باب پنجم، 50 فایز تشویشی را که در کار پیدا می شود چگونه برهم زدن ممکن است. اگر شما آدمی کارساز و کاردان باشید، پر انیق است که سلفه بالا را خوانده خود به خود می گوید. این گپ معنا ندارد. به کار خود من 19 سال باز مشغولم و یگان کس از من بهتر نمی داند که به کدام سوال چگونه جواب است. اندیشه آن که کدام کسی دیگر به من کمک می رساند که غم و تشویش های کاریم را 50 فایز کم کنم نادرست است. این شبهه پر درست است. چند سال پیش اگر چنین سلفه را مطالعه می کردم، من هم شاید چنین اندیشه می نمودم. این سلفه حقیقتا هم وعده بی‌حد کلان می کند و دهان کلانی در بسیار موردها منفیتی کم دارد. راستش را گویم امکان دارد من در بابت 50 فایز کم کردن تشویش کاریتان کمک رسانیده نتوانم. این از خودتان وابستگی دارد. من فقط به شما میفهمانم، راهنمایی میکنم، نشان میدهم که دیگران نیز این کار را چطور اجرا کرده اند. باقی مانده‌اش در دست خودتان. به خاطر دارید که در صفحه های پیشینه کتاب من گفته های الکسیس کارل را، هر آدمی که به تشویش و هیجان مبارزه بردن نمیتواند جوان میمورد را اقتباس آورده بودم، با آنکه تشویش و هیجان چیزی بسیار خطرناک است. باید شما راضی باشید در این حالت این را فهمانده من میتوانم 10 فایز این حسیات مغشوش را از شما دور کنم. همین طور است. خوب که باشد حالا من به شما از راهبری حکایه می کنم که نه تنها 50 فایز تشویش را پشت سر نمود، بلکه 70 فایز آن وقتی را که صرف مجلس ها می نمود صرفه کرد. در اینجا هرگز من نیت ندارم درباره کدام جناب جانز یا مردی که من او را می شناختم حکایه نمایم، بلکه سخن از آدمی واقعی، یکی از مؤسسان و دیرکتوران چاپخانه کلانترین ایالات متحده آمریکا، سایمون ان شاوستر، لئون شیمکین می رود. لئون شیمکین چون حکایه نمود: طول 15 سال دراز هر روز قریب نصف روز را صرف مجلس ها می کردم. می نشستیم، بحث می کردیم و محاکمه می راندیم. معینه آب می ساختیم که این طور کردن در کار یا نه. عاقبت تارهای عصبهایمان ترنگ می شدند. کرسی های زیر بار وزنین جسمایمان به نالیش می در آمدند. از جا می خستیم، پیش و قفا قدم می زدیم، بحث و جنجال می کردیم، سرخ و کبود می شدیم، ولی از مشکلات هیچ رها شده نمی توانستیم. تا شب همه از پا می زدیم. یگان خرسندی نداشت زندگی ما. طوری گفتم 15 سال به همین احوال گذشت و بار به گوشه خاطر هم نمی آوردیم که اصول دیگر بهتری وجود دارد. اگر همان وقت کسی به من می گفت که تدبیر وجود دارد که از 4/3 حصه وقت خود را صرفه و از 4/3 حصه شدت هیجان را پس می سازد، او را خیال پرست کبینتی می نامیدم. با وجود این من نقشه را عملی نمودم که عیناً همین خیلی نتیجه داد. این نقشه من که 8 سال باز از روی آن عمل می کنم، در حیاتم گردشی مهمی گردید. محصولناکی مهنتم را افزون ساخت، سلامتیم را به حتی مرا خوشبخت نمود. این کیم چه خیل سحر انگیز می نماید، ولی چون تمام این سحر و افسون دنیا وقت با آن آشنا می گردی خیلی عادی است. سر این اصول چنین است: پیش از همه من ترتیبی گذرانیدن مجلس ها را تغییر دادم. اول مجلس از شرح مفصل نقص و کمبودی ها آغاز می یافت و سخن با آن خاتمه می یافت که چی باید کرد. من قاعده نوی محاکمه مسئله های کاری را جاری نمودم. اگر یگان خادم می خواست که پروبلمی را به محاکمه گذارد، از او طلب کرده می شد بجای 4 سوال جوابی تیار کند. سوال 1: پروبلم از چه عبارت است؟ پیش 1-2 ساعتی ما برای آن صرف می شد که پروبلم از چه عبارت است. بحث و مناظره می کردیم، گلوهایمان می گرفت، ولی کسی خود را غم دادن نمی خواست که پروبلمی مشخص از چه عبارت است. سوال 2: پروبلم از چی سر زده است؟ وقتی من به قفا به کار و عمل گذشته من می نگرم، از ساعتهای در مجلس ها بیهوده صرف کرده من افسوس می خورم و در واهمه می افتم. سوال 3: کدام امکانیت های حل پروبلم وجود دارد؟ وقتهای پیش هر آدم یک اصول حل پروبلم را پیشنهاد می کرد و دومی با او به بحث می پرداخت. با این وسیله بسیار وقت از اصلی مسئله دور می شدیم. یگان کس خود را عذاب داده حل پروبلم را نمی نوشت. سوال 4: شما کدام راه حل پروبلم را پیشنهاد می کنید؟
شخصی که این یا آن راه حل پرابلم را پیشنهاد کند باید مشخص نویسد من چنین اصول را پیشنهاد میکنم. الحال خادمان من عاید حل پرابلم های خود به من خیلی کم مراجعت میکنند. برای چی؟ چون که آنها فهمیدند که برای به این 4 سوال پیشنهاد شده جواب یافتن باید معلومات جمع آورند و پرابلم را تحلیل کنند. اکنون از 4 در 3 حالت آنها را دیگر به مصلحت من احتیاج نمیماند. قرار درست اکنون خود از خود چون نان از تنور پیدا می شود، حتی در آن حالتهایی که مشورت لازم می شود وقتی خیلی کم صرف می گردد، چون که محاکمه رانی ها از روی منطق صورت می گیرد و ما قرارهای با عقلانه قبول می کنیم. اکنون در چاپخانه سایمون ان شوستر حالا برای تشویش و بحث ها در باره کار وقت خیلی کم صرف می شود. برعکس در بابت بهداشت کار فعالیت زیاد است. دوستی من فرانک بیتجر، یکی از خادمان شرکت سوغورتی ایالات متحده آمریکا، در بابت آنکه چطور از تشویش و اضطراب رها یافت و در یک وقت درآمدش را 2 برابر افزون نمود چنین حکایه کرد. چندین سالها پیش میگوید او وقتی به صفت خادمی سوغورته به کار سر کردم به این مشغولیت یگان شوق و رغبتی نداشتم. باز واقعه روی داد که بعد آن قریب بود کار را بس کنم و حقیقتا هم کار را بس میکردم. اگر یک پگاهی به سرم فکر نمی آمد که بنشینم و سببهای تشویش و اضطرابم را تحلیل نمایم. پیش از همه از خود پرسیدم خودی پرابلم از چیز عبارت است؟ پرابلم از آن عبارت است که من به صدها در سر میخلانم ولی درآمدم خیلی کم است. برای من فروختن طرح اعلامیه آنقدر دشواری نداشت، ولی وقتی برای سوغورته شرطنامه بستن لازم می آمد کار دشوار می شد. میزاجان بسیار وقت به من می گفتند در بابت تکلیف شما من فکر می کنم جنابی بیتجر دیرتر خبر بگیرید. مرا باشد باز وقت صرف کرده به نزد این میزاج آمدن مایوس و عصبی می کرد. از خود پرسیدم چگونه امکانیت حل پرابلم وجود دارد؟ برای به این سوال جواب یافتن فکت‌ها آموختن لازم می آمد. من کتابی به خودگیری خود را در 12 ماه اخیر کشاده، رقم‌ها را آموخته، کشفیات عجایبی کردم. معلوم و خوانا نوشته شده بود که 70% میزاجان من آنهایی بودند که در خود تشریف اول شرطنامه می بستند. 23% بعد تشریف سیوم، چهارم یا پنجم بسته شدند. به طور دیگر گویم من از نصف زیادی وقت این کاریم را به فعالیت صرف می کردم که همگی 7% درآمد می داده است. جواب این چیست؟ جواب خود از خود معلوم. دیگر به نزد یک آدم از 2 بار زیاد نمی رفتم و وقتی باقی ماندم را برای یافتن میزاجان نو صرف می کردم. اکنون از این 2 برابر زیاد فایده به دست می آمد. طور اظهار داشتم فرانک بیتجر الحال یکی از اشخاص معروف عالمی سوغورته در امریکاست. او در شرکتی فیدلیتی میوچوال ای فیلادلفیا کار کرده، هر سال تا میلیون‌ها دلار شرطنامه می‌بندد. تصور کنید شخصی که نیتی بس کردن کار را داشت و در سرحد شکست خوردگی بود و تنها تحلیل عمیق پرابلم‌هایی در نظرش ایستاده او را به جاده موفقیت برد. آیا شما می‌توانید این مسئله را در حل پرابلم‌های خود استفاده کنید؟ تکرار می‌کنم آنها می‌توانند 50% تشویش شما را کم کنند. انا این سوال‌ها: پرابلم از چی عبارت است؟ پرابلم از چی پیدا شده است؟ کدام امکانیت‌های حل پرابلم‌ها موجود است؟ شما چه قرار دارید؟ خلاصه قاعده یکم معلومات جمع آورید. به خاطر بیارید دکان دانشگاه کلمبیا خاکس چی گفته بود؟ نصف تشویش و اضطراب دنیا از آن سر میزند که هنوز معلومات جمع نآورده در نیت حل پرابلم میشویم. قاعده دوم بعد تحلیل شخور فکت‌ها به این یا آن قرارها بیایید. قاعده سوم وقتی به یگان قرار آمده در رو به عملی نمودن آن اثر کنید. در یک وقت تمام تشویش و اضطراب را نسبتی نتیجه آن به گوش خاطر نآورید. قاعده چهارم وقتی به یگان پرابلم گرفتار می شوید این سوالها را نوشته جواب جویید. پرابلم از چی عبارت است؟ پرابلم از چی پیدا شده است؟ کدام راه حل آن از همه خوب است؟ 9 توصیه که امکان می‌دهد از این کتاب فایده فراوان بگیریم. اگر شما خواهید که از این کتاب فایده فراوان بگیرید، یک طلبات اساسی را رعایت کنید. این قاعده از تمام قاعده و متدها مهمتر است. اگر بین مثل حتی اساسی را رعایت نکنید، 1000 قاعده آموزشی کمکتان نمی‌کند. خوش از چی عبارت است این طلبات سحرناک؟
این خواهش ردناپذیری آموختن و قطعیاً فرونشاندن تشویش و اضطراب و به زندگی شاد و آرامانه آغاز نمودن است. چگونه میتوان در خود چنین اشتیاق را رواج داد؟ لازم است پیوسته تلقین نمود که این برای شما چقدر ضرورت دارد. خود به خود تصور کنید و خلاصه برآورید که آن حیاتتان را چقدر آرام و آسوده می‌سازد. خود به خود تکرار به تکرار گویید: آرامی باطنی من، خوشبختیم، تندرستیم و عاقبت درآمد اقتصادی هم به آن وابسته است که قاعده های معلوم و معمول این کتاب را تا به کدام درجه از خود میکنم. دوم، اول هر باب را طوری از نظر گذرانیده درباره آن معلومات عمومی پیدا کنید. ممکن است در شما خواهشی در رو به باب نو گذشتن پیدا شود. این کار را نکنید. آخر شما این کتاب را برای وقت خوشی نمیخوانید که. اگر شما حقیقتا هم خواهش داشته باشید که تشویش و اضطرابتان را فرو نشاندید و به زندگی خوب و گوارا مشغول شوید، هر باب را به دقت مطالعه نمایید. عاقبت این به صرفه وقت و به دست آوردن موفقیت مساعدت میکند. هنگام مطالعه این کتاب تز ایست کنید. در بابت چیزی خوانده اتان اندیشه نمایید. خود از خود بپرسید که این و یا آن توصیه را چطور قبول کرده میتوانید. این طرز آموزش خیلی منفعت بخش است. چهارم، هنگام خواندن کتاب قلم سرخ یا عاده گیرید. توصیه به خودتان معقول را حتما اشاره نمایید. اگر توصیه به شما خیلی قیمتناک نماید، در زیر هر کلمه‌اش خط کشید یا با 4 علامت جمع از پهلویش اشاره نمایید. اشاره ها کتاب را ذوق‌آور می‌سازند و من بعد به شما کمک می‌رسانند که جای در کاریتان را در رفت یابید. من یک آدمی را که سرور شرکت کلان سوغورته است می‌شناسم. او هر ماه حجت‌های سوغورته خود را گشته و برگشته مطالعه می‌کند. او هر ماه این حجت‌های یک خیل را می‌خواند. برای چی؟ برای آنکه این علاج یگانه‌ای در خاطر نگاه داشتن تفصیلات شرطنامه هاست. شخصا من در بابت صنعت نطق گفتن زیادی از 2 سال وقت صرف کرده کتاب نوشتم. با وجود این گاه لازم می‌آمد که وقت صرف نموده آن را از نو مطالعه نمایم تا نوشته‌های خود را از خاطر فراموش نکنم. آخر همین ما قابلیتی فوق‌العاده‌ای فراموش خاطری داریم. برای همین هم اگر خواهیم که از این کتاب فایده فراوان گیریم، نباید به گوشه خاطر هم بیاریم که سرسری ورق زدن آن کفایه است. بعد پر آموختن آن این چنین لازم است که چند ساعت وقت جدا کرده هر ماه آن را آموخت. آن باید کتاب روی میزی شما شود. آن را باید هر روز بینید. بگذار اندیشه بهبودی بخشیدن به حیاتتان شما را الهام بخشد. فراموش نکنید که استفاده این قاعده ها همان وقت عادتی میگردد که پیوسته تکرار کنید، راه دیگر نیست. برنارد شو یک وقت گفته است اگر به آدم چیزی را پیوسته آموزاند، او چیزی یاد نمیگیرد. او راست میگوید. آموزش روند خیلی فعال است. هر چیزی را که یاد گیریم ما از کار عملی یاد میگیریم. وابسته به آن همین هم اگر شما قاعده های این کتاب را از خود کردنی باشید، آنها را حتما به عمل تطبیق کنید. اگر آنها را سریع هر قدم در هر موردی مناسب به عمل تطبیق نسازید، تز فراموش میکنید. فقط آن دانش به خاطر میماند که به عمل تطبیق شود. از هفتش متصل این تفسیر را استفاده بردن به شما مشکل است. حتی به من مؤلف کتاب هم بسیار وقت مشکل می باشد به حیات تطبیق نمودن همه قاعده های آن. این کتاب را خوانده ساده از خاطر نبرارید که از آن فقط معلومات نمیگیرید، بلکه جهد دارید که خصلتی نو آموزید، با طرز نوی حیات وارد شوید. برای این وقت جد و جهد و کاری هر روزی عملی لازم است. از این رو بسیارتر جدیتر و چخورتر به صفحه های این کتاب چشم دوزید. آن را چون دستوری خیلی مهمی برای مبارزه با مقابل تشویش و اضطراب حساب کنید. وقتی به یگان حالت مرکب دچار می آیید، با واهمه نفتید، لاقیدانه عمل نکنید. خوبش به کتاب مراجعت کنید، جایهای اشاره کرده‌تان را از نو مطالعه نمایید. وقتی این قاعده نو را از خود می نمایید، ناگهان می‌بینید که در حیاتتان چه تغییرات‌های سحرناک روی می‌دهد. با همسرتان شرط بندید که وقتی یگان قاعده آن را ویران می‌کنید $1 می‌دهید. احتیاط کنید که مفلس نشوید. هشتم، صفحه کتاب را گشایید و خوانید که بانکیر خاول و بن فرانکلین پیر چطور خطاهای خود را اصلاح کردند. برای چی تجربه آنها را عملی نسازه؟ آن وقت بدون نشانداد نائل می‌گردیم. اولا شما بر رفت فهمیش که خیلی جالب و به‌بهاست نائل می‌گردید. دوم، قابلیت پیدا می‌کنید که تشویش و اضطراب را فروشنانید. نهم، روزنامه ترتیب دهید و در آن موفقیت‌هایی در این بابت به دست آورده‌تان را نویسید.
نام‌ها، تاریخ روز و همین نتیجه‌گیری‌ها را با ترتیب قید کنید. چون این نوشتجات شما را به الهام می‌آورد، مخصوصاً وقتی که بعد گذشتن چندین سالها آن را می‌یابید. خلاصه، در ضمیر خود خواهش چخور و ردناپذیری از خود ساختن پرینسیپ‌های برهمزنی تشویش را پیدا کنید. هر یک باب کتاب را 2 بار مطالعه نموده سپس به باب دیگر گذارید. هنگام آموزش تیز توقف نموده از خود بپرسید که این یا آن توصیه را چطور به عمل تطبیق نمودن ممکن است. 4. هر یک عقیده مهم را اشاره گذارید. 5. هر ماه کتاب را تکرارا خوانید. آن را چون دستوری تعلیمی در بابت حل پرابلم‌های هر روزه استفاده برید. 6. هر توصیه را هنگام امکان یافتن تطبیق سازید. رفت آموزش را به بازی شفق‌آور تبدیل دهید. هر هفته بسنجید که به کدام موفقیت ها نائل شدید، چه خطاها صادر نمودید، برای آینده چه سبق‌ها گرفتید. 9. روزنامه ترتیب داده نشان دهید که این یا آن توصیه را کی و چطور تطبیق نمودید.